شکوفه‌های سرخ را همین حالا که می‌توانی از جا برچین. زمان کهنسال آرام در گذر است. همین گل که کنون به روی تو لبخند می‌زند، فردا روز عمرش فانی خواهد بود. و دست از خواندن برداشت. کیتینگ تکرار کرد: شکوفه‌های سرخ را همین حالا که می‌توانی از جا برچین. اصطلاح لاتین این نظریه برابر با کارپه دیم. میدونید یعنی چی؟ میکس نابغه زبان لاتین پاسخ داد: کارپه دیم، یعنی دم را غنیمت بشمار. کیتینگ تکرار کرد: دم را غنیمت بشمار. خب چرا شاعر این سطرها رو نوشته؟ یکی از شاگردان داد زد: چون عجله داشته؟ همه بچه‌ها زیر خنده زدن. کیتینگ فریاد زد: نه نه نه، چون ما غذای کرم‌ها خواهیم شد. چون فقط قراره تعداد محدودی از بهار و تابستان و پاییز رو تجربه کنیم. با اینکه باور کردنش سخته، اما یک روز هر کدوم از ما از نفس خواهیم افتاد. تنمون سرد خواهد شد و خواهیم مرد. پس کارپه دیم، دم را غنیمت شمار، چون که تک تک لحظه های زندگی مهمه و چون که زندگی رو باید زندگی کرد و چون که در نهایت همه ما میمیریم و غذای کرم‌ها خواهیم شد. پس امروز و این لحظه رو غنیمت بشمار و با خودت تکرار کن که کارپه دیم. به نظر میرسه که شروع خیلی کلیشه‌ای داشتم، ولی با این حال درود. من کورتی هم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. حالا که پاییز شروع شده، وقت اون رسیده که راجع به پاییزی ترین فیلم و کتابی که میتونین فصل رو باهاش شروع کنین با هم دیگه یه گپ و گفتی داشته باشیم. فیلم انجمن شاعران مورد فیلمیه که من اولین بار در 17 سالگیمون رو تماشا کردم. ولی تا به الان که 21 سالمه بارها راجع بهش صحبت کردم و حرف زدم و به یه عالمه آدم پیشنهادش دادم. آیا دلیلش اینه که این فیلم خیلی شاهکاره؟ نه. پس دلیلش چه چیزی میتونه باشه؟ چه دلیلی پشتش وجود داره که با اینکه به نظرم فیلم اونقدر هم شاهکار نیست، ولی فکر میکنم هر آدمی حداقل یه بار توی زندگیش باید این فیلمو ببینه. من این فیلمو همیشه به نوجوانها و اون کسایی که اوایل جوونیشون هستن پیشنهاد میکنم. برای اینکه فکر میکنم یکی از اون فیلماییه که اگر در چنین سنینی تماشا بشه میتونه خیلی برای مخاطب تاثیرگذار باشه و حتی بیننده بعد از تماشای فیلم احساس کنه که زندگیش تغییر کرده. یعنی همچین تأثیری میتونه برای خیلی ها داشته باشه. حالا بیاین تا راجع به داستان و ماجرای فیلم باهاتون صحبت کنم و نگران نباشین، هیچ چیز رو قرار نیست براتون اسپویل کنم. داستان فیلم در یک مدرسه پسرونه خیلی سختگیر و سنتی رخ میده. آکادمی ولتون. و به نظر من ولتون جایی نیست که برای ما ناشناخته باشه و فکر میکنم که همه ما تجربه، بیشتر ما البته، تجربه بودن در جای شبیه ولتون رو داشتیم. ولتون جاییه که تفاوت بچه‌ها رو به رسمیت نمیشناسه. از همشون میخواد دکتر بشن، مهندس بشن، نابغه باشن، باهوش باشن، نخبه باشن، بهترین باشن، فوق‌العاده باشن. دنبال یک کمال عجیب غریبیه توی بچه‌ها و این همیشه برای من عجیب بوده، به خاطر اینکه مگه آدما به دنیا اومدن که فقط دکتر و مهندس بشن و مگه آدم فقط با دکتر و مهندسی میتونه به این کشور و به این جامعه و به این جهان خدمت بکنه؟ یاد یه بخشی از کتاب اسماعیل فصیح افتادم که میگفتش که بذارید براتون بخونمش. یه جایی توی این کتاب دکتر شیخ الاسلامی برمیگرده به ارباب حسن، میگه که میدونی ارباب، داشتم فکر میکردم، دیدم اگه حسابشو بکنی توی دوره عمر ما تو این خراب شده دست کم 300 تا دکتر آدم کش مثل من هست، اما فقط یه دونه مرد هنرمند و با عشق چون کمال الملک بوده. و چیزی که برای من غم انگیزه همینه، این که هیچ وقت هنرمندا دیده نمیشن و به کارشون اهمیت داده نمیشه و همه فکر میکنن که بهترین چیزی که آدم میتونه بهش برسه، نهایت کمالی که انسان میتونه بهش برسه، اینه که پزشک بشه یا مهندس بشه. خلاصه آکادمی ولتون و افرادی که در رأس اون کار میکنن اصلا به بچه‌ها اجازه ابراز وجود نمیدن. اجازه این رو نمیدن که بچه‌ها بشینن با خودشون فکر کنن و ببینن که از دنیا چی میخوان، دنبال چه چیزی هستن، میخوان چه کسی باشن. فقط میخوان که این قدرت تفکر رو بگیرن و از همشون آدم‌های یه شکل بسازن و از همشون آدم‌هایی رو بسازن که شبیه هم فکر میکنن، شبیه هم رفتار میکنن و موفقیت‌ها و دستاوردهای یکسان دارن. توی این مدرسه اصلا نمیشه تفاوت‌ها رو ابراز کرد و اگر کسی بخواد شجاعت به خرج بده و بگه من هستم، من باید دیده بشم چون من متفاوتم، توسط بقیه سرکوب میشه و توسط بقیه تحقیر میشه و صداش
خاموش میشه. برای اینکه توی این مدرسه همه فقط باید درس بخونن و همه فقط باید دنبال یه موفقیت عجیب غریبی باشن که توی پزشکی و مهندسی به وجود میاد. توی این مدرسه بچه‌ها فقط باید درس بخونن و فقط با درس خوندنه که خانواده هاشون فکر میکنن این بچه‌ها میتونن سربلندشون بکنن، خانواده رو سربلند بکنن و خودشون رو سربلند بکنن. گفتم خانواده های این بچه ها خانواده های سلطه‌گری هستن که هیچ توجهی به نیاز بچه هاشون ندارن و بچه هاشون رو به زور توی شرایطی قرار دادن که خود اون بچه ها اون شرایط رو نمیخوان و نمیپسندن و نمیپذیرن، ولی خانواده ها بچه ها رو به زور توی اون شرایط قرار دادن و ازشون میخوان که موفق از اون شرایط بیرون بیان. خانواده هاشون اینطورن که تو میدونی من الان دارم چه لطفی در حقت میکنم که داری توی این آکادمی درس میخونی، تو میدونی به واسطه ارتباط های قوی من تو تونستی چقدر بچه‌ی موفقی باشی، تو میدونی من چقدر بهت خدمت کردم، چقدر بهت لطف کردم که تو رو به دنیا آوردم و یه سقف گذاشتم بالای سرت. و اینطورین که اصلا نمیشنون که بچه‌هاشون چی ازشون میخوان، فقط براشون مهمه که خودشون چه توقع و خواسته ای از بچه‌هاشون دارن. و ما در چنین شرایطی با بچه‌هایی طرفیم که اصلا حالشون خوب نیست، به خاطر اینکه هویت مستقلی ندارن، فکر مستقلی ندارن و مجبورن یک زندگی رو زندگی کنن که برای خودشون نمیبیننش، یک زندگی که به زور بهشون تحمیل شده. اما با ورود یه معلم ادبیات جدید به مدرسه به اسم جان کیتینگ قراره که خیلی چیزا تغییر بکنه و قراره که زندگی خیلی از بچه‌ها عوض بشه. جان کیتینگ قراره که به بچه‌ها راه آزادانه زیستن رو نشون بده و بهشون یاد بده که از قدم گذاشتن در مسیر رویاهاشون هر چقدر هم که سخت نترسن. ولی یه سوال خیلی مهم همین وسط به وجود میاد و اون اینه که آیا این معلم ادبیات خیلی دوست داشتنی به تنهایی میتونه جلوی این سیستم وحشتناک رو بگیره؟ این سیستم افتضاح و خیلی بدی که معلم‌ها، مدیرها، والدین و حتی گاهی دانش آموزهای خیلی زیادی اجازه نمیدن که جمع بشه. حالا شاید فکر کنین چون خیلی حرف زدم پس بیشتر فیلمو اسپویل کردم، ولی اصلا اینطور نیست. من چند دقیقه ابتدایی فیلمو براتون تعریف کردم و اگر که یه کوچولو هم جذب این داستان و این حرفایی که زدم شدین، برین و فیلمو تماشا کنین. و این رو هم بگم اگه همیشه جزء اون بچه‌هایی بودین که دلتون می‌خواست سرکش باشید، دلتون می‌خواست آزاد باشید، دلتون می‌خواست در مسیر رویاهای خودتون قدم بذارین، انتخاب‌های شخصیتون رو داشته باشین، کاری رو بکنین که دوستش دارین، به سمت علاقه هاتون برین، ولی همیشه توسط خانواده سرکوب شدین و بهتون اجازه ابراز وجود ندادن و اینطوری بودن که باید کاری که من میگم رو انجام بدی، این فیلم یکی از اون فیلماییه که شما خیلی خوب میتونین باهاش ارتباط برقرار بکنید. خلاصه این که من این فیلمو به همه آدم‌ها پیشنهاد میدم که حداقل برای یک بار ببیننش و ببینن که حرف فیلم چیه، چه چیزی میخواد بهشون بگه. ولی بیشتر از همه من این فیلمو به معلم‌ها، دانش آموزها و کسایی که به قولی فرهنگی هستن و توی این نظام آموزشی دارن کار میکنن پیشنهاد میکنم، چون فکر میکنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه براشون و اون چیزی که هستن و اون جوری که رفتار میکنن و از بیرون بهشون نشون بده. جان کیتینگ یکی از اون انسان‌ها و یکی از اون معلم‌هایی که آدم وقتی میبینتش اینطوری میشه که کاش من به اندازه این آدم خوب بودم، کاش من به اندازه این آدم مفید و تاثیرگذار و تغییر دهنده بودم در زندگی دیگران. و من یادم وقتی که فیلمو تماشا میکردم اینطوری بودم که خدای من دلم میخواد وقتی بزرگ شدم به اندازه جان کیتینگ آدم خیلی خوبی باشم. و بزرگ شدم و حتی برام فرصتی پیش اومد که 1 سال توی یه مدرسه درس بدم و متوجه شدم که مثل جان کیتینگ بودن خیلی سخت و دشواره. تمام تلاش‌های من برای اینکه شبیه جان کیتینگ باشم به چیزی به جز یک تقلید احمقانه منجر نمی‌شد و احساس می‌کنم آدم اگه می‌خواد به اون خوبی و به اون تاثیرگذاری باشه یک چیزی باید توی وجودش باشه، انگار یه چیزیه که از درون میجوشه، کسی نمیتونه اداشو در بیاره. و فکر می‌کنم آدمای خیلی خوششانسی توی دنیا وجود داشته باشن که بتونن شانس این رو داشته باشن که یه معلمی به خوبی جان کیتینگ توی دنیای واقعی سر راهشون قرار بگیره که زندگیشون رو عوض کنه. خب حالا بریم سراغ معرفی کتاب. من فکر می‌کنم که بیشتر آدم‌ها وقتی که با فیلم انجمن شاعران مرده و کتابش مواجه میشن، اولین سوالشون اینه که اول کتابو بخونیم یا اول فیلمو ببینیم. چیزی که باید بهش توجه داشته باشین اینه که کتاب از روی فیلم نوشته شده،
میدونم خیلی عجیبه، معمولا برعکس، معمولا فیلم ها از روی کتاب ها ساخته میشن، ولی توی این مورد به خصوص کتاب از روی فیلم نوشته شده و تمام وقایعی که توی کتاب رخ میده مو به مو، جز به جز همون چیزهاییه که توی فیلم راجع بهشون حرف زده شده و بهشون اشاره شده. یعنی اصلا تفاوتی با هم دیگه ندارن. هر چیزی که در فیلم اتفاق میفته توی کتاب هست و کتاب اصلا چیز دیگه ای نداره که توی فیلم نباشه، کاملا شبیه به هم دیگن. و پیشنهاد من اینه که اول فیلم رو ببینین و بعد از گذشت 1 سال بیاین سراغ کتابش. احساس میکنم که اینطوری خوندنش خیلی خیلی جذاب‌تر و جالب‌تره. و کلا من همیشه فکر میکنم اگر یه آدم میخواد که یه فیلمی رو ببینه که کتابش هم هست، اول باید بره فیلمش رو ببینه و بره سراغ کتابش که از هر دو تاش لذت ببره. در غیر این صورت فقط از یکیشون لذت میبره. البته نظر من، شما هم میتونید نظر خودتون رو داشته باشین. در نهایت باید این رو بگم که حال و هوای فیلم و کتاب انجمن شاعران مرده خیلی خیلی پاییزیه و یکی از بهترین فیلم و کتاب هایی که میتونید توی این فصل سراغش برین به نظرم همین کتاب و فیلمه و بهش یه فرصت بدین. همونطور که گفتم شاید این فیلم و شاید این کتاب اونقدر شاهکار نباشه، ولی در زندگی من و اون نوجوانی که بودم بسیار تاثیرگذار و تغییر دهنده بود. برای همین فکر میکنم اثر ارزشمندیه. اونقدر اثر ارزشمندی هست که هنوز بعد از گذشت این همه سال دلم میخواد راجع بهش صحبت کنم و آدم‌ها رو به سمتش بکشونم، چون میدونم که برای خیلی ها میتونه تاثیر عجیبی بذاره. من انقدر این فیلمو دوست دارم که حتی اینجا یه تتو هم از فیلم دارم اگه که مشخص باشه و تتوی کارپ دیمه. فکر می‌کنم توی 19 سالگی هم تتوشو زدم. بیاین حالا این بخشی که توی کتاب نوشتم براتون بخونم. توی فصل 5 کتاب اینجا اگر که پیداست من نوشتم که خیلی عجیب و شگفت انگیزه که موقع خوندن کتاب همون حسی رو دارم که وقتی توی 17 سالگی فیلمشو دیدم داشتم. امروز 4 تیر ماه سال 1403 هست و من شروع به خوندن کتاب کردم. کتابیه که یادم میاره باید زندگی کنم. امروز هم زندگی سخته ولی دارم کتاب میخونم، همزمان که دارم به آلبوم دیو گوش میکنم. آره دیگه خیلی جالبه ها. خوشحالم که توی کتابم یه عالمه نوشته دارم. مثلا یه دفعه یه صفحه رو باز میکنم که گوشش نوشتم امروز هوا نمیدونم گرمه، نهار ماکارونی خوردم. گوشه کنار کتابای من پر از نوشته های اینطوری که وقتی برمیگردم میخونمشون خیلی وقتا به خودم میخندم، ولی اینطوری هم که چقدر خوبه که حسی که اون لحظه داشتم و نوشتم. خیلی برای خودم جالبه. خلاصه همین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگر که حرفی دارین، اگر که صحبتی دارین راجع به فیلم، راجع به این کتاب، برام بنویسین. خیلی 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 خوشحال میشم که کامنتاتون رو بخونم. سری پیشم که برای سوپرنچرال برام کامنت میذاشتین من خیلی خوشحال شده بودم. بعد کامنتاتون انقدر طولانی بود که من اینطوری بودم که پر از ذوق بودم. باورم نمیشد انقدر کامنت های طولانی واسم فرستادین. برای همین مرسی از همتون. دوستتون دارم. مرسی که به حرفام گوش میدین. من آدمیم که واقعا عاشق حرف زدنم و الان فکر نکنین که قرار هر ویدیویی که میذارم انقدر کم باشه. در ادامه من قراره خیلی طولانی صحبت کنم چون خیلی حرف برای گفتن دارم. برای همین ممنونم که دارین بهم گوش میدین و دنبالم میکنین. همین دیگه. فعلا خداحافظ.